با افتخار اعلان گشتن سال 2025 سال حفظ پیریخ‌ها، مؤسسه دولتی استورخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که از فاند مؤسسه سلسله نمایش‌های جشنی را تحت عنوان انعکاس پیریخ‌ها در آثار رسامان تاجیکستان برگزار نماید. هدف اساسی نمایش امروزه در آن است که نسل جوان، نسل امروزه با این تشبس‌های جهانی حکومت جمهوری تاجیکستان در مسائل آب و اقلیم و حفظ پیرخ‌ها باید آشنایی پیدا کنند، معرفی نمودن آن اثرها، آن شاه اثرهای جهانی که از جانب مصوران تاجیک چی در زمان شوروی و چی در زمان استقلال انشا شدند، معرفی آنها به تماشابینان وطنی و خارجی است. همزمان در برابر برگزاری نمایش ما مخصوص کتابچه‌ها را امروز برای تماشابینان پیشنهاد می‌نماییم که به طرز کوتاه اوید به تشبس‌های جهانی حکومت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب و حفظ پیریخ‌ها با 3 زبان، با زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی پیشنهاد تماشابینان گردانده می‌شود. برگزاری نمایش نوبتی در استورخانه تاریخ کشورشناسی ولایت ختلان به نام اوستا از سنه 11 اکتبر سال 2023 تا 25 اکتبر سال 2023 صورت می‌گیرد. در نمایش 19 عدد اثرها از آفریده‌های مصوران تحت عنوان منظره دریای سرخاب، منظره تکاب، سرحد وطن، بهار، هوشیاری، آب مصفا به معرض تماشا گذاشته شده تماشابینان را با زیبایی‌های منظره‌های کوهساران ناتکرار کشور شناس می نمایند. مقصد از برگزاری نمایش مذکور حفظ پیریخ‌ها، بلند برداشتن معرفت اتیکی و استتیکی جوانان و اینچنین معرفی کوههای سر به فلک کشیده تاجیکستان، یادگاری‌های مشهور تاجیکستان، گیاهای شفابخش تاجیکستان و چشمه‌های البته شفابخش تاجیکستان می باشد. کوههای آسمانبوس کشورمان منبع بزرگ پیریخ‌ها می باشند. پیریخ‌ها چون ذخیره درازمدت آب و تنظیم کننده طبیعی جریان دریایی شماریده شده، یکی از بایگری‌های به همتا و منبع آب شیرین تمام دنیا از جمله سرزمین جمهوری تاجیکستان به حساب می روند. مساحت عمومی پیریخ‌ها در کشورمان تقریباً 85,000 کیلومتر کوادراتی بوده، قریب 6% سرزمین جمهوری را تشکیل می دهند و در بلندی‌های از 3500 تا 5300 متر جایگیر می باشند. باعث یادآوری است که تاجیکستان از ذخیره آب بای بوده 13,000 پیریخ، 1300 کل، 947 دریا، هزارها چشمه و آبهای معدنی دارد. از همین لحاظ رسامان در اثرهای خود منظره‌های زیبا از جمله پیریخ‌ها و طبیعت دیار کوهستان را با مهر به اندازه زیاد تجسم نمودند. البینه عبدالستار، فیض‌الله قادر، نمازعلی ارگه، شهر باختر. اخبار.